مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. بنظیر باباکلانوف 21 ماه 7 سال 42. رفیق نظیر باباکلانوف، مکتوب شما رسید. من میخواهم به هیچ مقدمه به سوالهای شما جواب دهم. شما پرسیدید که یکم ترتیب نوشتن حکایت چطور می شود؟ جواب: شما باید از کمپیرها متل شنیده باشید. اگر نشنیده باشید با آنها علاقه نموده متل شنوید. آنها کمپیرها متلها را با زبان خود اما با یک آب و رنگی که شنونده را برای شنیدن به هوس می آرد افسانه ها را نقل می کنند. حکایه نویس های سویتی حکایه های واقعی را نه با همان آب و رنگ افسانوی اما با زبان ادبی می نویسند. شما هم باید همین طور کنید. دویم، حکایه یا رمان به کدام زبان نوشته می شود؟ جواب این سوال شما فکر استاد بزرگ ادبیات پرولتاری ماکسیم گورکی را نقل می کنم. ماکسیم گورکی در یک مقاله خود که در خصوص زبان اثرهای ادبی نوشته بود این طور گفته بود: خلاصتاً و مضموناً پیش از رولوسیا که قشلاق تماماً بیسواد و پسمانده بود، نویسندگان برای نشان دادن سویه زبان آنها بعضی قهرمانان خود را گاها به طور مثال با زبان خود آنها گپ می‌زناندند، اما در خصوص زبان قشلاق نگاه کرده پس نمی رفتند. بعد از رولوسیا که قشلاق از مکتب پر شد، این گونه مثال ها هم لازم نیست. اکنون کوشش کردن لازم است که قشلاق چنان که هر ساحه مدنیت در خصوص زبان هم به شهر برابر شد. البته این فکر استاد محترم در پیش همه ما در خصوص زبان سرمشق شدنش لازم. شخصا خودی من همیشه طرفدار عمومی کردن زبانی ادبی ساده می باشم که این مقصد به واسطه مطبوعات و اثرهای ادبی به دست می درآید. بعد از دیدنم فکر استاد مذکور را اعتقادم در بالای فکر خود ثابت تر شد. همه ملت‌های مدنی هم همین طور کردند و به لهجه‌های محلی تابع شدند. سوال سوم شما قریب به سوال یکمتان یک است. فقط فرق در این جاست که شما در این سوال چطور نوشتن آدینه و یتیم را پرسیدید. برای چطور نوشته شدن آدینه و یتیم را شرح دادن مثل آنها یک کتاب دیگر نوشتن در کار می شود. بنابراین در مکتوب در این باره گپ زدن بسیار دشوار حتی ناممکن است. من احتمال به استالیناباد روم. در همان وقت شما پیش من آید، من چطور نوشته شدن آنها را به شما شرح می دهم که این کار برای من آسانتر و برای شما نفعناکتر است. با سلام رفیقانه، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی
ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمون تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با عبدالسلام دهاتی، یکم ماه نوح سال 42 سمرقند. رفیق دهاتی، دیروز بعد از پیش من رفتن شما در ساعتهای از استالیناباد از سیوز نویسندگان به نام من و شما یک خط آمد که در یک جا خوانده محاکمه کردن لازم است. من دیروز از این وجه یک خط نوشته در گذرتان برده داده بودم. مگر به شما نرسید؟ التماس این که یک پیش من آمده روید. به سلام رفیقانه عینی. به صمد غنی، 9 ماه 1 سال 43 سمرقند. رفیق صمد غنی، با این مکتوب یک پارچه شعر فرستادم. التماس آن که با ماشینکه 3 نسخه چاپ کننده، یکیش را برای مجموعه به سیوز نویسندگان، دیگرش را برای ترجمه به تاجگیز و سومش را به تاجیکستان سرخ زودتر دهید که وقت نگذرد. دوم آنکه برای تاجیکستان سرخ سیوز پیچت سمرقند آبونه قبول نکرد. التماس آنکه مرا از همانجا آبونه کنانده پولش را به حساب حق تحریر دهید و چاره بینید که به من از سر سال 1943 تاجیکستان سرخ رسد. سوم آنکه یک بار از استالیناباد، شاید از سیوز نویسندگان باشد، آدرس احراری را پرسیده بودند. دیروز من از احراری خط گرفتم. آدرس او این طور بوده است: 856 پالیوای پاچتا چست 300. اگر لازم باشد به طلب کنندگان دید. به همه رفیقان سلام رسانید. به سلام رفیقانه عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت